جالبه بدونید اگه سیب زمینی نبود این 8 میلیارد انسان هم نبود. درست شنیدی، سیب زمینی، گیاهی که انسانو از قحطی نجات داد و باعث شد تولید مثل بیشتری بکنه. قضیه از این قراره که در سال 1492 میلادی، زمانی که کریستوف کلمب قاره آمریکا رو کشف میکنه، با گیاهی روبرو میشه که بومیان آمریکا هزاران ساله دارن اونو کشت میکنن. اون متعجب میشه که چطور اینجا همچین گیاه شکم سیرکنی وجود داره و ما اونور دنیا مدام از قحطی تلفات میدیم. آخه اون زمان غذای اصلی مردم گندم بود و امکان داشت با یه آفت کل محصول اون سال از بین بره و قحطی به اون منطقه هجوم بیاره. اما سیب زمینی بیدی نبود که با این آفت‌ها بلرزه. خلاصه که کریس وقتی سیب زمینی رو به اروپا میبره، خیلی سریع مثل یه ویروس توی دنیا پخش میشه و باعث میشه جمعیت 450 میلیونی اون زمان امروزه به بیش از 8 میلیارد انسان برسه. اگه برات جذاب بود سابسکرایب کن.